سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران دوستان علیکم عزیزان السلام. کسایی که یاد دقیقه باشه کسایی که امروز ما رو تماشا داریم برادران در برنامه برادر الماس رو دربارش باشن دستگیری کنیم. برادر عزیز بهترین برادر امروز برای وطن و ملت، برای کسایی که امروز در صبح ناموسو میخواه که هم مادر شما هم نسل شما آزاد باشه، نمیگذارین که برادر پیشروی کنه. الله شما را اگر که هدایت کنه، اگر که خورتون کنه که برادر ای بحر تمام قیمت و عزیزا و ای بحر تمام شیرین حیاتش گذشت امروز در میدان سیاست اومد برای آزادی سرزمین این ملت. برادر الماس بهترین برادره که هر کسی هر چیز میگه نمیگه، چاپلوسا یگون گپ شما تاثیر نداره. با مادرش میرین دست روز میکنین، با نمیدونم دیگه اهل بیتش ای کسل و ای روزا ای رژیم در سر ما آورد. مادر ما ایباین برد کمیته امنیت یتیم روز ساعتش میاد با او کره کدگی با او زیر دسته حرام جواب میگردونی. برادر الماس در استریم چی گپ شر یگان خیلی چاپلوسی با عقل با ایمان واسه که یک دعوتش کو یک بخونیمش کو برادر عزیز. خب همجا امروز بده بله. خب بسم الله الرحمن امروز الرحیم. سلام علیکم حاجی. سلام علیکم. خب حاجی نیست. خب میریم امیر. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبه بفرمایید. برادران؟ الحمدلله خوبه. جانتون جور آخی؟ الحمدلله خوبه. اکا جمشید خیلی برادر؟ اما نشته که شعر نر به ترق پرق بی برادر از میدان سیاست وقت داخل میشین در راه این جون برادر از یک مکان و جای خیلی بگیم به صدا و به چی انتخاب کنه که مردم گوشتون میکنه. نمیشه که در دست لپوتکا و بل اگه جای ترق پرق کنی مردم گوشت کنه. بی برادر عزیز مختصر کوچولو گفتن در مقابل امروزه ظالم دیکتاتور خوین رحمان گوشت کنیم برادر جان. بسم الله. خلاص جورا ما برای اکی اومده رمون یگون گفت گفتنی نیستم. خب مو بله چیکوی بگیم؟ بله چیک بشه یا که در سوالای همی کی جواب بسیار میتیم؟ در سوالای ایدیبه که بختاری در بسیار جواب میتیم. ما را جوای کرد بلوک کرده. اکای تقوی بیاد اکا باش بر مشکلی مو خاطر رحمان و فکای دی بگه اکا برای ما وقتا می اکا بگیم یک همو خیلی حرام میتونم میشه اکا یا اکا باش برادر عزیز ما میگذاریم برادر عزیز که تقوی یا ما که گوش بده اکا برادر اکا برادر یا اکا یگام سکونده مو بخ میکنم برادر عزیز در مقابل رحمان فی ظالم چی گفتنی برادر عزیز به کلمه گپ دیگه برادر قبول میکنه اکا بیا بسم الله. یا سکون ما اکا میخوام درباره رحمانوف گپ زنم اکا دی بگه اکا ایوب بیا برای ما اکا بگیم موسر اکا میدون ما قد چخ ما دارم جوز وقت ما درباره موسر اکا صرف کنم اکا ما در این میدان نیومدم که درباره دی بگم درباره ایوب بخ ما بگذارم درباره رحمانوف برادر عزیز ساختار ظالمانه گفتم برادر. شما درباره رحمانوف گپ میزنید ما درباره ما مقصد همین درباره همین آدمو گپ میزنیم. ظالمش میدونی برادر از رحمانوف نه ظالم هست ظالم یا همه وقت تمام رحمانوف بیاد رحمانوف ظالمه برادر زمین خیلی همین ظالم یا پنهان نیست دیگه. رحمان برادر عزیز یاد خبوش ها نه رحمانوف ظالمه یا نه ظالمه تمام یک دقیقه برادر از فکر تا کو تو برادر الماس بعدی را کی میدونید بگو نستارت باشه. بیا برادر از یک دقیقه پاسانس وقت بگذارون دیگه برادر را قبول کنیم. بسم الله. بیا مو دو این مرا برای چی هم بلوک کرد کی برای بلوک کرد کی همین دو میو که همین مخالفای اینا ترما میشون ترماشون میکنن همین چی خدمت کردن دم ترما دگه چی خدمت کردن با ما اونجا برو ما گفتم دی به گوش کی مرا چی خدمت کردن همین مسفر 80 ساله بابای دونا رفت همون مقصد همون زندان به دگیار اویلوشون کودکاشون یوردم که چی به ترمش کردن مرا بلوک موندم اونجا دا فهمیدی همونجا بلوک تمام برادر عزیز متاسفانه وقت شما تمام میشه. برادر دیگه که برای چیکار برادر بلوک نمونش برای هم مصافی که 80 ساله برای هم چی دعوای داره خدا نگهبانش تقوی عزیز. نه من ان شاء الله ادوکات شیدیم بین شما سود قرار برو ورکه البته قرار شبرور دیگه ش قبول که برادر عزیز تشکر زیاد. بیا یک مهاجر بعدی مهاجر کلابی. سلام علیکم. و علیکم با سلام برادران سازین سلامتیتون خوبه زنده باش. تشکر زیاد برادر از بیا خوش اومدی. سلام. ما برای همه فوتبالیستا شما گپ زدیم برای فوتبالیستا ما گپ زدنیم برادر جان یک برادرم فوتبالیست همین نو در تماس کتیب بر آمدم من همین سوال خودتون عیناً من خودم دادم گفتم که همون نسلم دلی گنگای
گفت که نمی پاپوگای چخیلی برادر انمو به مانند پاپوگای انمو را نشان دادن ده کلمه گپه انم ده کلمه را برآمد وقتی که اومد ما را اوجا اخرانیک داشته اکازسته اخرانیک ها ما را احساسی کردن و پیش کرده آوردن زدگی ریدگی اگو چشم پشمش همش سر خیلی برآمد گپ زد ده کلمه گپ زد با سر کامera را اوسی گردوندن ما را طرفه کردن گریزاندنش گفت گپ زده دیستیمیتل نمیتونه ای خدا را لعنتت نه ای دجال خدا زده این پدرش که دجال بدبخته ای ظالم میروید چی گفتنیم دیگه اگون گپی که گفتنی نیستم تمام 100% گپ بود رحمانوف روز سواش میاد رستم یاد دقیقه رستم این برادر کمی است میاد پاپاتسان که فهمیدی چرغواکش میمونه سلامت باش دیگه شکل ما دعوت کرد خب یک کلوبی سلام علیکم سلام علیکم الماسشو جمشید سازین خوبین تشکر برادر از رفتیم بیو شعر نکن چی گفتن یا اول یک چیز گفتم بگم تون امی شما مقصد نیتو که شما امی مردم مقصد یک آوازه میشوه گپ میبرویه امی گپ مقصد در حقیقتاً اینا چی گپی که میشوه مقصد امی حقیقت داره یا نه اینا خیلی که میگن که شامل نشوه درخت نمیجنبه هم خلاف دیگه برادر عزیز گه گپا میشوه که تهمت ای من اکا الماس یا دقیقه باش چی میگن یا کلماس الماس یا اکا الماس یا کلماس به همون اکا جان بیو اکا یا مینوت اکا تیچ کنه اکا وقت نمیرسه اکا وقت میفهمی وقت پولای برای همین بیو وقت نگذاریم کچھ او نگاه که میگوی که رستم گنگای نشدی گنگی رستم یک بار دامی کلو در فوتبال گاب زد قریب بگیرن فالانش کنن دیگه همون سر همون گنگ مون انا که گوش که اکا جون الماس شو جنگ شید گرفتن گریزوندن بردنش امام علی خودش میگه که گفتهش که رستم ما برای چی میگم آوازده رستم گفته که ما خلقی کلو و عالم میگم طرفتی بیدارش کردی ایسر همون دیگه همین زنک شاگرد پال نیز خواب کرد این ابو برامد نه فوتبالی نایجاش گپ زد این ای را در نظر دارم تمام همین گپ برادر عزیز زنده باش شعر نه رحمانوف بچه تا خیلی ما بین مردم کلوب نگ روی نکو مردم آجو الان نگو خدا نگهبانو دکه اوج آدم‌ها زندگی کنن روز فاش من همونجا میخزه زنده باش تقای دیگه شکل ماز بیار بسم الله الرحمن الرحیم شعر کارات کی جانچی کارات سیاست پاپاتسانس کی بیو دیگه شبر شعر وقت جو برادر عزیز بیاد لایک را فراموش نکنید لایک کامنتار لایک بیو کلمه تشکر برادران عزیز خواهش می‌کنم که در ما ابونه شوه بمونین همون لایکاتون ما را 10000 آدم تماشا داره 600 لایک داریم خواهش می‌کنم برادران عزیز همون لایکاتون بمونه تا آخری برنامه دا میگم که برادران عزیز بگیره لایکاتون یکم مشکلی نیست خب کلابی سلام علیکم برادر کلابی بفرمایید سلام علیکم وزیر میه بله سوزین خوبی نکو الحمدلله خوبه تشکر زیاد برادر از بفرما گوش بگیریم من میاد چی گفتنی ها مردم تاجیکستان همین کسی که طرفداری رحمان میکنه طاغوتن رحمان خودش یک کافره کسی طرفدارش میکنه طاغوت بشه رنگ هم خودش تمام خوش اومدی برادر از بهترین مقصد پیغام رسوندی همون کسایی که حدیث اوید بیسو گام میزنن ان مافیا قط تغری میگیره تقای ما میدونیم که رحمان بابش نه دین داره نه آیین نه ناموز نه فرهنگ نه ملت هیچ که نداره برادر از خدا نگهبان باشه برادر دعوتی را بفرما شعر نه کلمه تمام تقای 100% فهمی رحمان به اقتدا بوده را کسی توش مردم میدونیم ما بیا دیگه شبر کلمه است برادر عزیز یک نفر 4 تا یک کدمی هستی برادر عزیز اجازه دادگی نیستی نمیتونم وقت قبول کرده اینجا نفران این برادر کامرون 5 باشید متر میبرارم اجازه دادگی نیستی من قبول کرده نمیتونم کامرون بچه اخیر شما را من قبول کردم نمیتونم شما اجازه بدین پس هم وارد بشین خب هم کسا ساکل همین اگه چوپلوس نخیلی با چهره در حیات خطون مقصد در نمیگردم سایتو گری نمیگیرین و طرفدار رحمان میکنین
دارین برای که چهره‌ای که امروز این ملت غمخوری میکنه و آینده وطنش میخواد بیو ببینیم تون که شما دو روز بعد بگردیم بریم بعد اکم مشواچاری با تو بکنه که خیمش روز ظالم ظلم میکرد ما نمیتونیم بیا چهره شما در کور که ما یاد شما را صادق بیا بفرما. علیکم. السلام علیکم. آقای علیکم بیا تقوی وقتی ما بفرمون برادر عزیز چی گفتن در مقابل رحمان ظالم امروز اوضاع بلندی بعد چی دیگه چی قشم دعوا داره ها ما دعوا داریم برادر چهره بیا و بعد گپ میزنی میگه اوز بلنده ما اوزام در مقابل رحمان قدر جمشید میگورن که شاکر کنم چی دعوا داری همی پیشوی ملت چی دعوا دارین شما کو گپ زد مردکی مردکم چو هم جمشید میدونه کامرا تا گیرو که گپ میزنی هم جمشید میدونه چه خیلی مردکم آخه آقای الماس این برادر بهترین خمونای شعر نر سلامتی خوب باشد دو مصرع شعر در وصف جناب علی خارج شد برادر عزیز دیگه مردم قبول کنیم بله دوای جمشید به درک نشه زنگ بزن دوای تمام شعر نر زنده باشی ای براتو خکین تو خیده و ندرو بشه جو شعر نر گمش که ادرو تاجیکستان گپ زیس یگم بالاد نشوه بیا دیگه کسا بیار خب مردم دیگه ادروی تاجیکستان زیدی رحمانوف گپ میزنه در ادروی وطن امروز رحمانوف ادرونی نمو وطن وجه مردم بر زید گپ میزنه